برنامه خبری و تحلیلی رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز. امروز 20 فوریه است. در برنامه این گزارش ها را داریم. باغپروران تاجیک پیشنهاد دارند که برای نجات حاصل امساله میوه شبانه در باغ‌ها گلخن آراسته شود. این خاص خوشوکه دود انداختن اکور هوای هم که حسابی دود هوای قطعی هم تاثیر خنکی هم میگردونه. همسر نوالنی و سیاستمداران غربی پرزیدنت پوتین را مسئول مرگ پیشوای مخالفین روسیه در زندان منطقه آرکتیکی عنوان دادند. کشورهای عضو بی‌شبهه به ضد افراد مسئول مرگ تحریمات پیشنهاد میکنند، اما مسئول اساسی پوتین خودش است. اصلاحات نظامی انداز. مقامداران تاجیک میگویند امتیاز بی‌پایان مالیات برای بعضی شرکت‌ها از بین برده می شود. مهلت همین محدود کرده است، یعنی امتیاز اندازی علاوه‌ای نمی‌تواند از تنفر زیاد شود. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان برفی آخر را که در کشور بارید خطرناک نامیده است. این کمیته در هشدار به ساکنان گفته است که هنگام حرکت از زیر کوه و بام‌های برفپوش احتیاط باشند، چون خطر کنده شدن برف وجود دارد. پس از گرمی طولانی در زمستان و یکباره سرد شدن هوا، دهقانان و باغداران نگران شدند. باغداران میگویند اکثر درختان مخچه بسته بودند و حالا با سرد شدن هوا احتمال حاصل باغزارها را سرد زند. هوای سرد احتمال تا چند روز دیگر دوام کند. باغداران باید چیکار کنند؟ امیر اسایف در این باره گزارش دارد. برف شدید 3 روز اخیر باغداران و کشاورزان را نگران کرده است. اما با گفته عالم ساحه کشاورزی سلیمان رحمتов، این آب و هوا در کنار پیامدهای بد خوبی هم دارد. برف میتواند کمبود نمی در زمین را جبران کند و بیدارشوی درختان را تا اندازه عقب پرتاید. درختان میوه‌دهنده الکی گل کرده باشند در حرارت مینوس 1 تا 2 درجه، یعنی منفی 1-2 درجه بودن میتواند آنها هم برگ‌های نورسته و هم گل‌ها میتواند از سرما آسیب بینند. و این هم وابستگی دارد به از شنبال پناهی بودن آنها، وابستگی دارد از دوامناکی یعنی دوره سردی هم وابستگی خیلی زیاد دارد. سلیمان رحمتов افزود که در چنین حالت نباید شاخ درختان را از برف تازه کرد، چون که برف همچون کورپا مخچه‌های درختان را گرم کرده از نابودی نجات می‌دهد. عطاخوجا رحمانов اگرونوم باغ ملی راه نجات درختان شکفته را در دودمانی می‌بیند. روی که مثال خنکی بسیار ده و بسیارتر وای میکنن دود میاندازند در باغ. مثال وقتی که خنکی درجه بلند شوه در همون تگوی درختها کمتر وای هم خیلی دود انداختند هم همینا وای میشوند. تاثیر خنکی هم میگردونه همین دود انداختگی همین فایده داره. برای همین باید که اگر درجه بلند شوه مثال گل کرده باشن اگر درختها یا که مثال برای پیشگیری حاصل نیست نشدنش باید در تگ هم درختات و انداختن کنند. هر جا هم مثال خیلی علاب نباشد. مقصد یعنی خاص خوشوکه دود انداختن کنند. هوای هم که حسابی دود هوای قطعی هم تاثیر خنکی هم میگردونه. در زمستان سال گذشته در پی سردی ها حاصل میوه های سوبتروپیکی به مثل انار و لیمو زیاد تلف یافت. فیض‌الله کلانов باغدار باغ پرچم ملی میگوید که در ولایت‌های ختلان و سوخت برخی از درختان میوه‌دهنده الکی گل کرده‌اند. شاید تقدیر آینده همین شفتالو، زردالو، بادام ممکن که در ما کم استفاده میشه. در همین منطقه که امروز در سراسر جمهوری ما اگر همین خنکی بیاد همین تر میشه. باغبان قربانعلی جلیلov نیز با گفته‌های کلانov موافق است. دیگه جوا اگر گل کاوشن ولایت ختلان در اونجا زردالو گل کرده میگن بادام اگر 2-3 گرادوس خنک شود میزنن میوه نمیشود. این سال با میوه کمچین میشه اگر بزنه شود. با اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان سردی‌ها تا 21 فوریه ادامه کرده هفته آینده نیز بارش برف پیش بینی می‌شود. خنکی سخت آخر زمستان در تاجیکستان حادثه نادر نیست. سال گذشته در عین چنین آب و هوا بیش از 90% حاصل انگور تاجیکستان تلف یافته بود. برنامه را با خبری از روسیه ادامه می‌دهیم. یولیا نوالنایا همسر الکسی نوالنی پیشوای با نفوذ مخالفان حکومت روسیه در یک بیانیه ویدیویی قول داد کار و تلاش‌هایی را که شوهرش برای دموکراسی در کشور می‌کرد ادامه می‌دهد.
او رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را گناهکار مرگ شوهرش نامید که روز 16 فوریه در یک زندان روسیه درگذشت. همکارم طاهری سفر گزارش دارد. Привет, это Юлия Навальная. یولیا ناوالنای گفت مبارزه را برای یک روسیه آزاد ادامه می‌دهد و از پیروان مخالفان حکومت خواست با ضد ولادیمیر پوتین با خشم بیش از هر وقت دیگر مبارزه برند. او رئیس جمهوری روسیه را قاتل شوهرش نامید که به قول او فرزندانش را از پدر محروم کرد. پیام 9 دقیقه‌ای یولیا ناوالنای در کانال الکسی ناوالنی در یوتیوب نشر شد و تحت عنوان من کار الکسی ناوالنی را ادامه می‌دهم. معلوم نیست ناوالنای با چه مقام این کار را می‌کند. روز 19 فوریه در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروسل شرکت داشت. اگرچه آنها مسئله تحریمات نو بر ضد روسیه را در دومین سالگرد جنگ در اوکراین بررسی می‌کردند، کشورهای عضو از جمله آلمان خواست برای مرگ ناوالنی هم بر ضد روسیه تحریم اعمال شود. بله، کشورهای عضو بی‌شبهه به ضد افراد مسئول مرگ تحریمات پیشنهاد میکنند، اما مسئول اساسی پوتین خودش است. ما می توانیم بر ضد مسئولان خدمات اجرایی جزای روسیه تحریم جاری کنیم، ولی از یاد نبرید مسئول اساسی مرگ ناوالنی کیست. مقامات رسمی گفتند که رهبری 47 ساله مخالفان روز 16 فوریه هنگام قدمزنی در یک زندان دورافتاده ارکتیکای روسیه بیهوش شد و به طور ناگهانی درگذشت. او آنجا حکم 30 ساله زندان را ادا کرد. ایوان ژدانوف، یکی از شریکان ناوالنی، با تکیه به حرف مفتشان گفته است برای تشخیص جسد او که حالا جای نگهداریش معلوم نیست 14 روز لازم است. نچندان دورتر از زندانی که ناوالنی آنجا بود، مادرش به اداره کمیته تفتیشاتی رفت تا جسد پسرش را بگیرد. کشورهای غربی و طرفداران ناوالنی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را گناهکار مرگ او مینامند. حکومت روسیه با انکار چنین ادعا آن را غیر قابل قبول خواند. ولادیمیر پوتین درباره مرگ ناوالنی اظهار نظر نکرده است، اما این موضوع اختلافی بین غرب و روسیه را زیادتر و رابطه آنها را بدتر کرد. گلگزاری به خاطر ناوالنی در نزد سفارتخانه‌های روسیه از جمله در اینجا در لندن و در شهرهای روسیه از جمله سنت پترزبورگ ادامه داشت. مقامات گل دسته را می بردند ولی مردم باز می آورد. مرگ ناوالنی مخالفان پراکنده دولت در روسیه را از یک رهبری با نفوذ محروم کرد و تقریبا یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری که پوتین را کم در کم تا سال 2030 بی‌شبهه در قدرت نگه می دارد. کمیته اندازی تاجیکستان گفته است که کودکس نوی انداز را بر اساس توصیه سازمان‌های بین‌المللی تهیه کرده است. سازمان‌های بین‌المللی تاجیکستان را برای اندازستانی نادرست که باعث فرار سرمایه‌گذاران از کشور می‌شود تنقید می‌کردند. صاحبکاران محلی نیز می‌گویند و برخی تاجران خودی مقامات امتیاز می‌دهند ولی شرکت‌های آنها را مجبور به پرداخت اندازه بیشتر می‌کنند. سربیناز روح الله و شهلای عبدالله در این باره گزارش تهیه کردند. کمیته انداز تاجیکستان گفت هنگام تهیه کودکس نوی انداز مشورت‌های سازمان‌های بین‌المللی مالی را به اینابت گرفته است. همکنون امتیاز اندازی دیگر خصوصیت انفرادی ندارد و به بخش‌های افضلیتناک به مهلت نه بیشتر از 5 سال داده می‌شود. قبلا صندوق بین‌المللی پول به دولت تاجیکستان مشورت داده بود که برای اصلاح وضع دوره به دوره از پیشنهاد امتیازهای سرشماری وابسته به انداز دست کشد. از جمله شرکت‌های آزاد از انداز باید برابر دیگرها انداز سپارند و هم در پرداخت انداز شفافیت و عدالت باید تامین شود. هنگام تهیه در مورد 32 کد محدودیت‌ها گذاشته شده است که در کودکس قبلی نبودند. یک محدودیت است که امتیاز اندازی الهی در دوره 50% میوه‌های در کودکس عمل کننده گذاشته عملی کرده می‌شود. دویم مهم که در اکثر حالت‌ها امتیاز اندازی بمانده بود، که در کودکس نو مهلت همین محدود کرده است. یعنی امتیاز اندازی الهی نمی‌تواند از 5 سال زیاد شود.
سازمان‌های بین‌المللی مالیوی شریک تاجیکستان گفته بودند امتیاز دادن به شرکت‌های الوهیده تجربه خوب نیست. میانی شرکت‌ها رقابت ناسالم را به وجود می‌آورد و از طرف دیگر بودجه کشور از درآمد محروم می‌ماند. کمیته اندازی تاجیکستان هم اعتراف کرد که در نتیجه امتیاز و سبکی‌های پیشنهاد شده در سال 2023 به بودجه کشور بیش از 6 میلیارد سومانی کمتر مبلغ وارد شده است. اما مقامات امتیازهای اندازی را به جلب حجم زیادی سرمایه‌گذاری به اقتصاد کشور اساسناک می‌کنند. همه شما شاهد اون هستین که در دوام یک مثلا فاصله معین که ما برای خصوصای پرنده پروری خوراک 23 سال خوراکی چاروا خب برای استحصال محصولات نهایی در کشور امتیازات پیش بینی کردیم و ده‌ها کارخانه‌های نو با جاهای نو کاری تأسیس یافتند و اگر بر رقم‌های اموری گمرکی اگر نظر افکنیم ما علاوه از واردات زیاد محصولات نیازی اولیه به مانند تخم، گوشت مرغ و غیره علاوه به نتیجه رسیدیم که حجم واردات اونها را اگر نسبت به 5 سال پیش گیریم و به مراتب کم شدن یا که عموما واردات بعضی اونها پورا و از بین رفت. کارشناسان هم میگویند دولت باید برای همه شرکت‌ها قاعده یگانه را معین کند و نباید شرکت‌های الوهیده از امتیازهای اندازی برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم بکنند. اقتصاددان‌ها میگویند وضع تا حد بهبود یافته است. در مجموع اگر با کشورهای همسایه قیاس کنیم، با کشورهای دیگری متمدن قیاس کنیم، باید اعتراف کرد که میزان انداز تاجیکستان چندان در اصل گران نیست، اما محیط صاحبکاری مثلا عموما حجم بسیار خرد اقتصادی تاجیکستان، درآمد کمی مردم که نمیتوانند مثلا بیشتر مال و محصولات خرند، همه این چیزها باعث میشد که تجارت شرکت‌ها چندان رشد کرده نمیتوانند. بنابراین امکانیت رشد که محدود است، بنابراین اندازپاری هم برای شرکت‌ها سرباری است، گران میافتد. طرز تقدیم امتیازهای انداز و گمرک در تاجیکستان بارها زیر سوال گذاشته می شود. فعلا چندین کارخانه‌های کارکرد نخی پخته و بیشتری از کارخانه‌های استخراج معدن گرانبها در تاجیکستان از پرداخت مالیات و تعرفه‌های گمرکی پوره یا قسماً آزادند. و لیلا شریفی یکی از پایه‌گذاران گروه هنری گلشن و از نخستین بانویی که با شیوه نو در تاجیکستان سرود می‌خواند در سن 94 سالگی در شهر دوسلدورف آلمان درگذشته است. لیلا شریفی در نیمه سالهای 50 عصر گذشته از ایران به شوروی فرار کرد و سالها در تاجیکستان و آذربایجان کار و زندگی کرده است. اختر قاسمی روزنامه‌نگار و پژوهشگر آثار لیلا شریفی گفت او همیشه با یاد تاجیکستان بود ولی دوام 40 سال دوری از این کشور کسی او را سراغ نکرد. لیلا تاجیکستان رو عاشقانه دوست داشت و شاید میتونم به جرئت بگم که بهترین خاطرات زندگیشو در تاجیکستان داشت. لیلا معتقد بود تاجیکستان اون رو به یک هنرمند ملل شرق تبدیل کرد. بزرگان تاجیکستان، هنرمندان این هنرمند رو اینجوری تنها گذاشتن، چون همونطور که خدمتتون گفتم واقعا برای جامعه ایرانی ایشون اصلا شناخته شده نبودن. امروز در شهر دوسلدورف آلمان مراسم جنازه لیلا شریفی برگزار شد. تفصیلات بیشتر رو در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. با گزارش خبرگزاری ریترز آمریکا پیشنویس قطعنامه را درباره آتش‌بسی موقت در غزه و مخالفت با حمله زمینی اسرائیل بر رفح به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده است. این اقدام در حالی انجام می شود که آمریکا گفت قطعنامه پیشنهادی الجزایر را ویتو خواهد گذاشت. در آن قطعنامه به ضرورت آتش‌بسی فوری انسان دوستانه تاکید شده بود. آمریکا گفت طرح پیشنهادی الجزایر مذاکرات را میان آمریکا، مصر، اسرائیل و قطر که با هدف توقف جنگ و آزادی گروگان‌ها انجام می شود به خطر می اندازد. و با پیگیری خبرهای ما در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام، یوتیوب و شبکه ایکس ادامه دهید. برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. خدا نگهدار.